رفقای گل درود، حالتون چطوره؟ خیلی خوش اومدید به این ویدیو. امیدوارم که حالتون عالی باشه و یه هفته خیلی توپی رو پشت سر گذاشته باشید. همینجا اول ویدیو جا داره تشکر کنم ازتون بابت حمایتاتون تو پارت قبلی. ترکوندید رسما، عشق منید، بوس رو لپ یکتون. طبق درخواستایی هم که تو کامنت همون ویدیو داشتید که گفتید پارت 2 رو بساز، ساهور یه داداش داره اونو بگو، ادامه این میم چی شد و فلان و اینا، منم فقط میتونم بگم چشم. یعنی شما دستور بدید من اطاعت کنم، مثلا من کی باشم بگم نه؟ پس بیاید همین اول کاری یه مروری کنیم ببینیم مثلا اینا کجا اومدن، چی بودن، چی شد اصلا. این دسته از میما بهشون برین رات گفته میشه. یعنی خود اینا یه میمایی هن که اصلا هیچ منطقی ندارن و صرفا میتونن خنده‌دار باشن. معنی خود برین رات هم میشه پوسیدگی مغز. یعنی یکی یه جا برگشت گفت مغزم رید، دقیقا وضعش همینه. یه میم معروفی هم داره خود این برین رات که اونو میذارم حتما تو ویدیو میبینید که اصلا دارم راجع بهش میگم. میمای بومباردین و کورکودیلو و نمیدونم ترالالر و ترالالان دقیقا همینن. صرفا یه برین رات بودن، یه چیز عجیب غریبی که ساخته ذهن یه آدمی بوده، اول با AI درستش کرده، بعد انقدری بزرگ و ترند شد که یه سری اومدن یه جک جونور جدید بهش اضافه کردن و در نهایت اسمش شد ایتالیان برین رات. خیلیا بعد از اینکه ترند شد اومدن یه سری میم درست کردن. یعنی الانی که شما برید توی تیک تاک یا این ور اونور نگاه کنی، خیلی شاخ و برگ بهش دادن، خیلی موجود بهش اضافه شده که خارج از اون لاین اصلی داره میره. یعنی اگه در جریان نیستید، خود اینا یه استوری خاصی، یه لاین خاصی دارن، ولی خب یه سریا که خبر ندارن دارن خلاف جهت این میم درست میکنن. دیگه خیلی حرف نزنیم راجع به این میم و نمیدونم برین رات و فلان و اینا، بریم ببینیم حیوان میوون چی داریم کنن. جک جونور تو دست و بالمون چی هست؟ اولین حیوان داستان بومباردین و کروکودیلو. یه تمساح فاکینگ پرنده که بمب داره و طبق چیزایی که از میمش فهمیدیم کارش بمبارون کردن بچهای غزه و فلسطینه. به خدا ایمانی نداره و از روح مادرامون تغذیه میکنه. مثلا جا داره همینجا بگم بیاد از یه چی دیگه همون تغذیه، نمیتونم بگم ولی خب خودتون میدونید دارم راجبش حرف میزنم. از بمبارون کردن لذت میبره و یه داداش هم داره به اسم بمباردینی گوزینی. اونم یه اردک فاکینگ پرنده است که علاوه بر اینکه بمب بره فایتر هم هست. یعنی جا بمب با خودش مسلسل هم میبره. یعنی حاجی ناموسا من نمیدونم مثلا چرا دارم اینا رو توضیح میدم، چرا شما دنبال اینید که توضیح بدم پارت بعدیش. اصلا عجیب غریبه جدی اینا خوابایی که داریم میبینیم شعر رو بفتن. یعنی چی آخه؟ اردک فایتر، کروکودیل بمب، جنگ جهانیه مگه مشتی؟ بگذاریم. حیوان بعدی ما ترالالر و ترالالا بود. یه کوسه سپاه. تو متن اصلیش یه توهینی به خدا میکنه و اونو به خوک تشبیه میکنه که اصلا ما کی باشیم بخوایم ادامه توضیح اینو بریم. ولی خب پشت تموم این شخصیت ها یه بک استوری دارک البته جالبی هم میشه گفت است. اگه مثلا من بیکار باشید نیم ساعت یه ساعتی رو برید تیک تاک بشینید پشتش ببینید اصلا کلی داستان میشه ازش ساخت، کلی ویدیو داره، خیلی عجیب. البته اینم بهتون بگم سرچ که بزنید پشماتون یهو میریزه، اسم میکنید هیچی معنی نداره، بعد مثلا یهو میبینی یه کوسه کفش باشه، یه فیلی کاکتوسه، یه موزی میمونه، نمیدونم یه کاپوچینو داره باله میرقصه. ولی خب من اینجام اومدم پشماتون رو جمع کنم بگم مثلا اینا چیه، معنیشون چیه، اون لاین اصلی داستان چیه. شما نگران نباشید. جک جونور بعدی ما میشه تونگ 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 اسمت ساهوره. تونگ معنیش میشد چوب و ساهور یا سحور هم همون سحری ماه رمضونه. ولی خب ما اینجا بالاخره دیدیم که یه نماینده از سایت مسلمونا اومد بالا، اومدن با AI یه فایتی از ساهور و بمباردینو ساختن که ساهور زد اصلا نکبر جکفار بمباردینو رو جلو چشاش. بعدم ملت گفتن انقدر اوپی پس بسازیم دیگه، بسازیم بره دهن همه اینا رو سرویس کنه. بعدم واقعا اومد همه اینا رو ساید و رفت جلوی طوری. حالا این وسط بمباردینی گوزینیه فهمید داداشش چند روزیه که نیست، اصلا خونه نرفت، خبری ازش نیست، رفت بالا سر ساهور. فهمید جریان از زیر سر این بلند میشه، چکیش کرد و دیگه همه گفتن ساهور به فنا رفت دیگه، اینو دیگه نداریم.
که یهو مثل ققنوس از خاکستر خودش متولد شد اومد بالا، پشمای همه یه بار دیگه ریخت. این کلا میشد خلاصه پارت قبلی ما که تو کامنت ها پاره کردید گفتید پارت بعدی از اینجا به بعد میشه پارت بعدی. خیلی موجوده دیگه داشتیم سری قبل که گفتم نگم، الان یه تعدادشو میگم، بازم اگه خواستید یه تعدادشو پارت بعدم میگم، داستان پارت بعدم متوجه میشید. اولین اتفاقی که باید راجبش بهتون بگم انتقام ساهوره. این نه تنها الان انتقام میگیره، ته ویدیو هم یه بار دیگه انتقام میگیره که اون اصلا دارکتر از این حرف هست. معلوم میشه که بمباردینی گوزینی یه سری هم اینو دزدیده بوده، بعد توی جنگل بستش به میز، ولی خب نمیدونیم چجوری این سوسکی فرار میکنه و دیگه انقدر میگرده میره این ور اون ور و فلان و اینا، یه قلعه پیدا میکنه که میونه گوزینی توش قایم شده. بعدم خیلی لایه‌دار و استقرص بهش میگه که بیا یه فایتی با هم دیگه بدیم، یه فایت بدیم و انتقام رو ازت بگیرم. حالا اینا میخوام برن فایت بدن، همه چی اوکی شد، ولی یه اتفاقی افتاد که من واقعا قلبم شکست. این کل ویدیو قبلی من میگفتم کاپوچینو آساسینو رو عاشقشم، مثلا یه کسی که هیچ سایدی نداره، ولی فهمیدیم این لاشی هم داشته واسه این بمباردینی گوزینی و کورکودیل و اینا کار میکرده. و اصلا وسط فایت یهو اومدن زدن نکفار اینا آوردن جلو چشاش، ساهور اینجا دیگه کلا به فنا رفت. میزنن سرویسش میکنن، بعد تهش میندازنش توی جنگل تاریک که بعد که ساهور پا میشه حس میکنه خیلی درد داره و نمیدونم سردرد عجیبی گرفته، اصلا معلوم نیست باش چیکار کردن. این لاشیا فکر کنم نزدن اینو، این بردن تو جنگل. تهش هم ساهور یه معذرت خواهی میکنه، میگه تازه این شروع ماجراست و دیگه حالا میرم انتقامه رو میگیرم. که مثلا ته همین ویدیو یه انتقام میگیره که جیگرمون حال میده. یه اتفاقی هم افتاد که اصلا انتظارش رو هیچ کسی نداشت. تون ساهور یه دوتا داداش داره که فکر کنم همتون یه دونه از داداشاشو میگفتید پارت بعدی بگو. جدیدن سرکردش پیدا شده، اسمش تا سحور. این اسمش منو پاره کرد. سه چهار بار هی اومدم تو رکورد گفتم پاره شدم تا بخوام بگم. این داداش دومی هم تقریبا میشه گفت مثل خود ساهوره، یه موجودیه که مسلمون طور میزنه، چون فقط تو ماه رمضون پیداش میشه، اونم دم سحری. این افسانه ها میگن اگه کسی 3 بار اسم ساهور رو صدا بزنه و این جوابشو نده شب میاد خونش. و معلومه دیگه، تو صدا بزنی جوابتو نمیده شب میاد بالا سرت دیگه. اگه برای سحری هم از خواب بیدار نمیشی، تو مسلمون دوست داشتنی منتظر باش قربانی بعدی خودتو میاد بالا سرتو میبره، امیدوارم فقط کار دیگه ایواد نکنه شب. شخصیت بعدی ما که اصلا من خیلی ناراحت شدم اینو شناختم، لیری لاریلا. تو متنش اومده یه فیل کاکتوسه که کفشای صندل پاشه، به خاطر ظاهر متفاوتش با بقیه هم کسی اینو کلا گردن نگرفت، یعنی توی اون قوم و قبیله فیلاشون کسی اینو گردن نگرفته، اینم جنگل رو رها کرده اومده تو صحرا، کلا هویتش عوض شده. این تیپیکال تمام پسرای ایرانی، یعنی هیچ کی گردن نمیگیرنشون، اینا خودشون میرن یه جا تکی زندگی میکنن. یعنی هممون دقیقاً تیپیکال پسر ایرانی‌ها اینیم که کسی گردن نگرفته، تو اتاق خودمون داریم زندگی میکنیم. موجود بعدی ما شامپانزی بانینی، شخصیتی که تو این قسمت با این خیلی کار داریم. یعنی این سری کلن از پارت قبلی خیلی دارک داره، تهش متوجه میشید چرا همچین چیزی میگم. این کلن بک استوری خاصی نداره، فقط اینو ازش داشته باشید که تیکه کلامش وا همین که میفهمید چرا دارم میگم مهمه. مورد بعدی از این جک جونورا بر پاتاپی اسما خودش یه سوژه‌ایه که کسی بگه میتونه میم شه تو اینستا و این ور اون ور. امیدوارم فقط ما رو مسخره نکنید. این شاهکاره، یعنی از این میمونای دماغ گنده‌ایه که دیدی یه طالبی کنه یه بادمجونی از طرف آویزونه، البته رو صورتشه، یه پا هم داره که اصلا نگم برات، یعنی قد تمام ما پا داره، پاهاشو قشنگ بذاری رو خونه ما از اون ورش در میاد. یه داستان خیلی عجیبی هم داره، من نفهمیدم جدی اصلا داستانش چیه. یه روز با پای گنده و بدنی که پر از رگ و ریشه است تو جنگل داشتم جز خوش میرفته، یه کلاه طلایی میبینه
بعد پرش فر میکنه، میگه اه کلا چه قشنگ، برش میداره، بعد میره اه قرص اسلیم و یه قورباغه هم توش نشسته داره میگه بر بر. همین. بعد این رو همجی انتر و انتر بهش نگاه میکنه، میگه یعنی چی؟ بعدم میره پیش جادوگر جنگل، اونم داشته ساندویچ میزده به خیکش، میگه باید یه بادکنکی باد کنی. پاتاپی هم بالون رو فوت میکنه جای بادکنک، انقدر گنده است پا رو که دیدید قطعا، انقدی گنده است بالون ور میداره فوت میکنه، اونم میتره که کلا همه چی فنا میشه. یعنی در همین حد بی منطق و شروور. توی یک شونور بعدیمون گادفوری داستانو داریم، اشپیونیر و گلوبیر. اینجا یه کارگاهیه که بخوام خیلی اوکی بهش نگاه کنیم، توی جهان برینراتا تنها کاراکتریه که با بقیه فرق داره، کمکی داره به بقیه میکنه. بعد حالا تنها چیزی هم که ازش داریم اینه که این دولت رو میفرسته لای مردم تا از مردم جاسوسی کنه. خودش یه پا ایلومیناتی، اصلا از ایلومیناتی هم سرتره، داداشمون کله گنده ماجراست. حیوان بعدیمون تریپی تروپی، تروپ و تریپا، یه گربه ای که شبیه ماهی، همون کتفیش خودمونه، ولی خب یه گربه ای که کلش گربه است بدنش ماهیه، امیدوارم جای دیگه چیزی نباشه، که کنار ساحل داشته قدم میزده واسه خودش، میرفته یهو پاش گیر میکنه به یه چیزی میافته تو آب، بعدم معلوم نیست ماهیه باش چیکار میکنن داشته، بعد سر این بدبخت چی میارن که میشه یه گربه ماهی. حالا اینم جریانش میدونید میشه مثل کی؟ که هویت خودش رو یادش رفته، اینی که گربه بوده میفته تو آب میشه ماهی. فکر کنم درست فکر کردید، یه سری عربی که هویتشون رو یادش رفته فکر میکنن خلیج دارن. شما نهایتا یه توالت عمومی براتون خلیج عزیزم. اگرم جریانش میدونید چیه یا نمیدونید، پارت قبلی هست، یعنی ویدیوی قبلی هست، انگار گفتم پارت قاطی کردم، ویدیوی قبلی هست، برید ببینید کامل متوجه میشید. مورد بعدی بونیکا آمبالابوه، یه عروسک شیطانی که جدیدن شهر رو گرفته دست خودش، همه رو داره نابود میکنه، هر کی رد میشه چک میزنه پس گردنش بدوینم میکنه و معلوم نیست از کجا سر و کلش پیدا شده. دانشمندان دارن یه راهی پیدا میکنن که باش مقابله کنن، اما انقدری که نیروی شیطانی توش، انقدری که شره که هیچ اصلا دانشمندم شیر این بدبخت نیست اصلا. دانشمند بله. تازه از اینجا به بعد داستان ما یه جورایی شروع میشه، چون بالرینا کاپوچینا از اینجا معرفی میشه و ما میفهمیم که اصلا این کی هست و داستان ما قراره چی باشه. یه کاپوچینویی که داره باله میرقصه و پارتنر کاپوچینو اساسینو بوده. حالا چرا میگم بوده؟ چون داستان اصلی دقیقا از همینه، یعنی ادامه با این دوتا کار داریم. فرولا هم اینجا ما اضافه میشه، یه پنگوئن افسانه‌ای که تو بیابون زندگی میکنه. کار این اینه که یه فنجون کافی بخوره و تلویزیون تماشا کنه، که البته این کارم دوست نداره، یعنی از سر اجبار داره این کارو میکنه. چرا مجبوره؟ چون فنجون قهوه‌ش هی بهش میگه بیا منو بنوش تو این صحرای داغ، بیا از من لذت ببر. مثلا چرا؟ ذهن مریض من اجازه نمیده به چیز خوب فکر کنم. حیوان بعدی ما میشه بالرینو لالولو، یه همچین چیزی، یه میلک شیک خیلی خوشیکل و ماسلر که خوب میرقصه و صدای خیلی خفنی هم داره، همه عاشقشن، مخصوصا کی؟ بالرینا کاپوچینو. مثلا فکر کنم حدس زدید. به خاطر همین هم است که کاپوچینو اساسینو دنبال اینه بگیره از ته دارش بزنه. این تا اینجا یه سری از این کاراکترها و حیوانایی که قرار بود معرفی کنیم تو این پارت. حالا بریم سراغ داستان اصلی. اینو بگم خیلی موجود مونده، یعنی اگه میخواید که معرفیشون کنم صرفا، پارت بعدی رو توی کامنت ها بگید که من حتما بسازم، ولی اگه میخواید با داستان باشه بگید با داستان بسازم، یعنی بگید، من یه جور باید کامنت رو بکشم دیگه، بگید. خب آقا بریم سراغ داستان اصلی این پارت، ببینیم که ما قراره تو این پارت اصلا چی ببینیم از این استوری و این حالا چیزی که داره میره جلو. خب آقا ما فهمیدیم که این ساهور عزیز ما مسلمون ما دید کاپوچینو اساسینو با گوزینی دستش توی کاسه است دیگه، اومدن دهنشو ساییدن، اینم برگشت رفت چیکار کرد حالا به نظرتون؟ این اومد رفت سر وقت زن شکم داس و بغل و فلان و اینا. بعد بالرینو کاپوچینو الان زیدی ساهوره، خیلی
یهویی، یعنی قرار بود تو این دنیای میما مثلا توی توضیحات خود بالدرینو کاپوچینو اینجوریه که همسر اساسینو کاپوچینوه، ولی خب الان یو زیدی ساورت عذاب در اومد و همه چیز هم اینجا تموم نمیشه. مثلا بالرینو انگار بدکاره داستان واسه کلا، قبل از این جریانی که با ساور باشه چه بعد از این جریانی که بخواد با ساور باشه با همه خوابیده. یعنی تو ویدیویی که ازش در اومده توی این دنیای برین رات یه نفر نبوده که باش داستان و فلان. بله، یعنی شما ببین با ترالالر و ترالالا بوده، با کاپوچینو هم که قطعا بوده، با بر بر پاتاپیم هم خوابیده. این اصلا از کجا مشخص شد جریانش که این اتفاق افتاد؟ یه روزی ساور بنده خدا داشته از خونش میزده بیرون، بعد زود برمیگرده، یه اتفاقی میفته زود میاد خونه، بعد میبینه که ترالالر و ترالالا کفشش تو خونه جا مونده. به به. میفته دنبال اون، پیداش نمیکنه. ترالاله رو ترالالا تو دریا بوده دیگه، قطعا میتونه بره قایم شه، ساورم نمیتونه کاری کنه. تش میزنه این آچخانو با تیر و دست تبر و هرچی دست میاد آشولاش میکنه. فعلا مشخص نیستش که این زنده مونده یا نمونده، فقط تنها چیزی که معلومه اینه که ساهور فراریه و پارت بعدی مشخص میشه که کجاست، چه بلایی سرش اومده. و البته یه داستانی هم از الان من برای پارت بعدی دارم که اگر قرار بشه بسازیم حتما با اون پیش میریم. خب این بود از این پارت دیگه، خیلی من سرتون رو درد نیارم. ما کلا چند تا شخصیت اضافه کردیم و داستان این پارت هم بهتون گفتیم که چیه. سعی کردم من هر جریانی که توی این دنیا داره پخش میشه رو توی همین پارت بهتون بگم، یعنی اون موجودای اصلی میو بهتون بگم و داستانی هم که توی این حالا یکی دو هفته پیش اومدم تا یه جورایی تا حدودی 50-50 بهتون بگم. و البته شما اگه برید توی تیک تاک بگردید یا توی یوتیوب ببینید، هر کسی با توجه به میمایی که ساخته شده، با توجه به چیزایی که دیده، خودش داستان مجزا برای خودش شاید توضیح داده باشه تو کانال. پس اگه من الان توی کانال خودم توی این ویدیو دارم یه چیزی میگم، صرفا نباید توی کانال دیگه هم همین باشه. ممکنه یه یوتیوبر دیگه یا توی آپاراتر دیگه ای یه داستان دیگه ای تعریف کرده باشه که خودش بهش رسیده. دمتون گرم که تا اینجای ویدیو با من همراه بودید، صدای ما رو تحمل کردید. اگه خوشت اومد از این ویدیو یه لایک به من هدیه بده. سابم که اگه بزنی من قربون ششات میرم، مثلا همینجوری بهت بگم. و یادتونم نره دیگه، اگه پارت بعدی همین ویدیو رو میخواید توی کامنت ها حتما بهم بگید، من رو چشام حتما میسازم. امیدوارم گروگان گرفته نشم. تا ویدیو بعدی، بدرود.